نیسان داری و میخوای 20 صفحه بزنی 2 برابر دستمزد میدی اگه این نکته رو ندونی. رفقا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا این چیزی که میخوام بهتون بگم تجربه شخصی خود منه و ممکنه خیلی هم صادق نباشه، ولی بد نیست که اینو بدونید. تو بیشتر مواقع، تقریبا 80% مواقع، کسایی که وانت نیسان دارن و میان دیسک و صفحه برای ماشینشون بگیرن، میان دیسک و قیمت میگیرن، صفحه رو قیمت میگیرن، برندهای مختلف رو میپرسن، منتها خیلی به بولبرین کلاج دقت نمیکنن. بولبرین کلاج برای وانت نیسان برندهای زیادی داره، ولی یکی از اینایی که خیلی برو هست و بیشتر استفاده میشه برند MRK هست که از قضا نمونه تقلبیش هم زیاده و اگر احیانا شما موقعی که میگیرید نمونه تقلبی رو بگیرید، این باعث میشه که خیلی زود بولبرینگه به صدا در بیاد و شما مجبور بشید دوباره یه هزینه بدید و دیستفتون رو بازش کنید. من تو این ویدیو خیلی مختصر و سریع تفاوت بین بولبرین کلاج MRK اصلی و طرحو تو ویدیو بهتون نشون میدم. تا آخر این ویدیو با ما باشید. آقا من اینجا 2 تا بولبرینگ طرح و اصلی MRK دارم که اینا جعبه شونه. اینا جعبه هاشون از لحاظ ظاهری هیچ تفاوتی چه از لحاظ رنگ و چه از لحاظ فونت اینا با هم ندارن، ولی جنسی که داخلشون هست با هم متفاوته و من میخوام اینا رو بهتون نشون بدم. ببینید این نمونه اصلی بولبرین کلاج MRK، این نمونه طرح. اولین تفاوتی که اینجا وجود داره، بولبرینگ اصلی داخل مشمع با یه مقدار روغن هستش، یعنی روغن رو گذاشتن. حالا من اینو انقدر باز کردم روغنش رفته، ولی خب این نمونه اصلیه که روغن داخلشه و نمونه طرح که اصلا چیزی نداره. حالا اینا رو هم باز از نزدیک بهتون نشون میدم. دومین تفاوتی که وجود داره از لحاظ رنگ ظاهر خود بولبرینگ هاست. نمونه اصلی که الان این اصلی از لحاظ رنگی یه مقدار تیره تره نسبت به نمونه طرح و البته اینا رو میگم باید کنار هم باشه که ببینید و بتونید راحت تشخیص بدید، ولی خب این نکته که میتونید بهش دقت کنید اگر دوتا رو کنار هم داشته باشید. سومین چیزی که وجود داره و خیلی راحت میتونه کمکتون بکنه، نوشته ها و فونت روی خود بدنه بولبرینگه. این نمونه اصلی فونتی که روش هست کامپیوتریه و هک شده است. میبینین کامپیوتری و هک شده است، در حالی که نمونه طرح که اینه فونتی که روش هست چاپه، اصلا چیز هک شده ای نداره. این تفاوتیه که راحت میتونید ازش استفاده کنید. بولبرینگ طرح 1-2 ماه 2-3 ماه کار میکنه، بعد به صدا میفته و شما مجبور میشید که دوباره دیگه صفحه ماشینتون رو باز کنید، هزینه‌تون قشنگ ضرب در 2 میشه. اگه این قضیه رو بهش دقت کنید تو خرید بولبرینگ میتونه از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنه. این میشه اصلی، این میشه طرح. اگه این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً لایکش کنید و با بقیه دوستان نیسانتون هم به اشتراک بذارید. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید.